امروز میخوام در مورد تکنیک ترک کردن غر زدن حرف بزنیم. اول اینکه متوجه بشیم. یعنی چی؟ یعنی هر باری که داریم غر میزنیم بگیم اوه الان من دارم غر میزنم. متوجه این داستان بشید. حتی اگه نمیتونید در موردش کاری کنید، همینقدر که متوجه بشید که دارید غر میزنید کافیه. همیشه اولین قدم برای تغییر متوجه شدنه. دومین قدم اینه که متوقفش کنیم. هر وقت که متوجه شدیم داریم غر میزنیم، تنها کاری که باید بکنیم اینه که متوقفش کنیم. بچه که نیستیم، خیلی ساده است، متوجهش میشیم و بعد متوقفش میکنیم. سوم این که یک نفس عمیق بکشیم و یادمون بیاد که این یک عادت مخربه که هیچ فایده‌ای برامون نداره و هیچ چیزی رو حل نمیکنه، فقط اعصاب خودمون و اطرافیانمون رو خورد میکنه. چهارم این که همه این کارها رو هر وقت که متوجه شدیم در حال غر زدنیم تکرار کنیم تا بتونیم یواش یواش این عادت رو ترک کنیم.